نزاع فیزیکی، جدال لفظی، شما باید بگید که بتونم باید اعتلاف بکنم. شما نوش جان میکنی هیچ وقت از این کارا نمیکنی. آبروریزی شده. چرا کتک میزنید همدیگه رو جلو پلیس انگلیس؟ آبرومون رفت. هرچه جلوتر میروند بی‌پرواتر میشوند. دم به قبره. سلطنت طلبها به چپگراها توهین میکنند. موقع انتقام گرفتن از شورشیای سال 57 و فرزندان ناخلفتر از پدرانشون رسید. روشنفکرها علیه سلطنت طلبها رجز میخوانند. اما چند روزی است این دعوا و درگیری وارد فاز افشاگری شده. اسناد جدیدی هم منتشر شده. وقتی که ترامپ دستور داد همه کمک‌های آمریکا به جهان لغو شود که بخشی از آن هم به ضد انقلاب ایران می‌رسید. متوقف شدن تمامی کمک‌های خارجی آمریکا با فرمان دونالد ترامپ. همزمان لیست برخی دلار بگیران بیرون آمده و آنها را نگران کرده. و چه مبالغی دریافت کردن اینا؟ مثل مسیح علی نژاد یکی از این افراد. مسیح علی نژاد از بزرگترین دریافت کنندگان در میان اونها هست. مریم معمار صادقی و اکبر عطری بیش از 12 میلیون دلار. منبع مالی توانا از هلند هست، دولت هلند بوده، از USAID است به طور کلی وزارت خارجه آمریکا. معمار صادقی بهایی مدیر سابق مؤسسه توانا طرفدار تحریم و حمله نظامی آمریکا علیه ایران. جنگ باعث شروع بهتر شدن زندگی ها، مملکت ها، جامعه ها بوده. جمهوری اسلامی باید زیر همون فشار بره. مازیار بهاری مدیر مؤسسه ایران وایر 19 میلیون دلار. همونطور که ما در ایران وایر هم گزارش دادیم، رویا و لادن برومند با بنیاد برومند 15 میلیون دلار. لادن و رویا. سلام بر شما. برای تصویرسازی حقوق بشری علیه ایران. نظامی بر اساس نفی حقوق بشر در ایران پیریزی شد. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران 16 میلیون دلار. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران برای کمک به تصویب قطعنامه‌ها و تحریم‌ها علیه ایران. به این کمپین اعتراضی بپیوندند. شاهین میلانی پیام اخوان گیسونیا با مدیریت مرکز اسناد حقوق بشر 9 میلیون دلار. راجع به نقض حقوق بشر در ایران. برای اخراج ایران از مجامع بین‌المللی. خشونت و تبعیض جمهوری اسلامی. من علی ابراهیم زاده هستم و اینجا لیبرکست. علی ابراهیم زاده 180,000 دلار همکار سام رجبی که به نوچه‌های مسیح علی نژاد معروفند. رادیو زمانه 2,200,000 دلار برای تبلیغ علیه جمهوری اسلامی. محمود عنایت مدیر شبکه اینترنشنال 21 میلیون پوند. عنایت از هسته اولیه BBC فارسی بوده که بعد از جدا شدن از این شبکه مؤسسه اسمال مدیا را تأسیس کرده برای آموزش روزنامه نگاران جهت براندازی. و گروهک منافقین که گفته شده مریم